بقا ندارن. کپوز بابا امریکت که صبر کنین. اوه گپ از انتظار دیر است. بخیر احمد بخیر. سلام علیکم بخیر. هلا بخیر بشنم. اوی مدد گرفته رو رفتن نمیتونم. بلند شو تو را میگم بلند شو. اگه بس یک بریک فروشی باز کنم بیر بارش مثل نانوایوری میشه. باور کنین راست میگم. خب راستش مفکوره بدی نیست. یعنی چی؟ گفته یعنی که با هم یک دکان شیرینی فروشی باز کنیم. کوبلای بیکار است. بله کارای تو هم در قرارگاه خلاص شده دیگه. چرا یک آن دکان شیرینی فروشی کوچک باز نمیکنین؟ ما براتون کمک میکنم. میشه خدیجه؟ آی نمیفهمم. به نظر ما میشه. بختیار کماندان صاحب اگه اجازه بدین میخوایم یک چیز براتون بگویم. بگو میشنوم. تنها شما میفهمین. اگه به اینا بگویم کجا میفهمن؟ فقط لخت طرفا میبینن قماندان صاحب توبه کرد. او قدرم نیست دیگه. اورهان توبه چی میگی تو؟ ای چطور کلگی سایل داره. ایجی از بریدمن صاحب. درخواستم از قماندان صاحب. استعفا میدی دخترم؟ بله قماندان صاحب. چند سال شده که با جا پشت او رفتن؟ تقریبا 3 ساعت میشه رئیس. او را با پای برهنه بردن. بیبی زمین یخ زده زیاد سرد است. بچه من چی خواد شده این هوای سرد. ای قربانتان شوم. فایر آزاد است. اطاعت میشه قماندان صاحب. تصفیه. غالب بایران بابا حالا میریم. پاک از قماندان صاحب. امنیت برقرار است قماندان صاحب.
تصفیه است. تصفیه که نیست. چرا میگی تصفیه است بچه؟ اما ببین قماندان صاحب همه جا تصفیه است. پاکیزه شد. بیرون شو احمق. بشو. ساچو حالا زود شو بگو رئیستان کجاست؟ رئیس نمیفهمم. پیشترم اینجا بود اما نمیفهمم حالا کجا رفته. ما متوجه می باشم. در گپ میگی که مسئول هستم، رئیس هستم. من کجا فرار میکردی احمد؟ حالا جواب بده. ها؟ صبر کن. بگی الیاس، بگی ایره بگی. بلند شو احمد. بلند شو. بخیز بیانجا. تخمم داد. قماندان صاحب کوشش که تیره پد کنن. یوروک. بله قماندان صاحب. ایره با گپ بیار بچیم. بفهمیم اون طفل کجا پنهان کردن. اطاعت میشه قماندان صاحب. کان. بله قماندان صاحب. قماندان برام اجازه داد به شرف. اجازه چی؟ کمی میخوایم چاپیت کنم. چاپی باز نگوی که برام نگفتی. حالا گپ بزن. او شیر به شیره که گرفتن حالا کجاست؟ احمق است. گپ نمیفهمم. ایره بگی زلفقارم پیش تو باشه. حالا بخیز بیا یک جای بریم که فقط ما و تو تنها باشیم. بیا. علی کجاست؟ بیبی توران است یعنی؟ بله خدا را شکر. ما در لیست سیاه هستم.
میفهمی لیست چیست؟ آدم مهم است. پیشنهاد میکنم با ما دیگه قسم گپ بزنی. اول یا مثل آدم گپ میزنی یا در لیست سیاه مندازمت بیشرف. دومش این کلا رو میشناسی؟ جمشید کلاه جمشید میشناسی؟ ها؟ بگو علی کجاست بیشرف؟ بگو بچه کجاست؟ نکشش یک دفعه. کجاست؟ علی کجاست؟ صد افسوس، خدا کنه قماندان صاحب نکشش. بچه گپ بزن دانه تباس کن. میرید من صاحب تشویش نکو، او کار خدا بلد است. انشالله. موتر آشه قماندانی سرحدی فیلم برداری کدش تعقیب کده به شرفم. گپ بزن بیشرف. یا مو فردی است که چند روز قبل دستگیر شد. گپ بزن. دخترم امر کنن قماندان صاحب. با یوروک بگو زیاد طولانی شد. هر چه زودتر او بچه را باید پیدا کنیم. اطاعت میشه قماندان صاحب. گپ بزن احمق. یک لحظه تورن. قماندان صاحب. یک دقیقه گپ نزن. قماندان صاحب کوپوز بابا میگه کم عجله کنه. فهمیده شد چیدم بابا. کجاست لعنتی؟ یک لحظه. تجار مشهور اروپا مستر بوزان باز آمامو هست. قماندان صاحب در کار خدا شود. چی شده قماندان صاحب؟ در تلفن چی هست؟ هیچ چیزی نیست. خوب هستین قماندان صاحب؟ آفرین. اوه خدا را شکر. کسی از پشتم نیاید. هیچ کس. چی گپ شد بابا گرد؟ کشایم. قماندان صاحب بیرون برای. این کی هست؟ اونا را نمیشناسم. اونا طرفی اروپایی هستن، متوجه پول هستن. هیچ کدام اونا را نمیشناسم. پس پیش تو اینا چی میکنه؟ ببین ما تلفن شخصی نداریم. هرچی برای ما بتن از ما استفاده میکنیم. قماندان فهمیدی؟ توران صاحب آدرس او جوان پیدا کردین؟ بله قماندان صاحب میفهمم که کجا بردنش. خوب است. توران بزرگ. بله قماندان صاحب. قمانده و دست توست. ای به شرف بگی اگه گپاش دروغ برآمد دور از بین ببر. او بچه را هر چه زودتر پیدا کرده صحیح و سلامت تسلیم فامیلش. اطاعت میشه قماندان صاحب. امر کنید قماندان. با هلیکوپتر کوردینات بده فوراً باید به انقره برگردم. اطاعت میشه قماندان صاحب. قماندان صاحب فعلا چیز نپرس بچیم. تنها امر اطاعت کو. اطاعت میشه قماندان صاحب. چی گپ شده؟ توبه. چی گپ شده؟ دروازه را باز کن. چی میگن لعنتی ها؟ دروازه را باز کن. مطمئن هستی که اینجاست؟ در کار خدا شبین مرا پیدا کردن. میایم در کار خدا خدا شبین. وقتش میپرداختی. دروازه را باز کن. اگه باز نکنی دروازه را مشکنانم. مایدش کن. یا در یک کمک کو چی به تو مید؟
و مقام را پیدا کردن و از بین میبرم. اونقدر پیسه رو از کجا پیدا کنم؟ باید یک قسم خود گم کنم، اما چه قسم کجا برم؟ خوش آمدین قماندان صاحب. ԿامАШ.МЕШا اینجاست. چند دقیقه پیش بیرون شد قماندان صاحب. توبه باز کدام گپی شده؟ به خدا رنگش سفید پریده. خدا خیر پیش کنه. من از بسیار سالایی را پد کرده بودم. حالا دیگه ای از تو از بچه ای چی است؟ شمشیر، 5 دقیقه به خاطر خوردن نان توقف میکنیم. الیاس، طرف ما ببی. اگر را دور ساخته باشی، کدام افکار در ذهن داشته باشی، کوشش کنی ما را فریب بیتی، میموری. نمیفهمم فعلا کجا سنتورن فهمیدی؟ برات گفتم که من به اونا چی گفتم. هوا که روشن شد با هم میدیدیم. حالا تنها نقطه ملاقات ما را برات گفتم میتونم که پیشتر برات گفتم. خود دیده الیاس، از بالای سری پس دور نشی. اطاعت میشه قماندان صاحب. ای بابگک. ها، کوپوس بابا را چی کرد؟ دو تلفن چی بود؟ نمیفهمم یورک، اما زیاد میخوایم بفهمم. زیاد به تشویش شدم. ای بیادرک، یک چیز به ذهنم میای، اما یک خانم که بود کوپوس بابا که او را خوش داشت، پیو پای شیلا. شیلانه دیگه. خب بیادر، میفهمی چرا قسم گفتم؟ چهره کوپوس بابا را به خاطر موضوعی خانم همین قسم خشن دیده بودم. ببین، از جیب یک تروریست یک تلفن پیدا میشه. نمیفهمم چه قسم یک رابطه را مشخص کنیم، اما با تشویش فهمیدن وضعیت خراب قماندان است. وضعیتش هیچ خوب نبود. به هر صورت دیری و زود خود فهمیدیم. بیازو زندگی ما پر از ماجرا شده، همین قسم نیست؟ ای ما بریم او شیر بچه رو پیدا کنیم. بعد از خدا کریم است. آماده است این شمشیر؟ بریم. حالا دیگه پس ادامه میتیم. حالا بریم یورک. بیا الیاس، بیارش.